بیشتر دوستان دیوالا پرسان میکنن که آیا زبان انگلیسی به می کار ضروری است یا نه. دوستای عزیز، زبان انگلیسی به این کار همه قدر ضرورت است که تو بفهمی که در آدرس بری ورقای تا بیتی مثلا سایل بکنن، بعد از او باز لود نمبر برشان بیتی، وقتی که کانفرم کردن، وقتی که تایید شد باز همو بار برات میرن تو سر بیتی، بعد از اینکه باز هم معلوماتای تا به دیسپچ جای کنی. بیشتر دیسپچ ها از طریق واتساپ یا تلگرام یا نمبر تلفن تکست میکنن، به خاطر که عکس هم ورقا رو بکنی. همه قبول فهمی که در کجا میری، چی را میگیری و در صورت کدام واقع شه و مثلا ترافیک باشه یا کدام اخلال در بار باشه که بتونی همون دیسپچ تا بگویی که مثلا به اینی دلیل ما دیر رسیدیم، به اینی دلیل مثلا این باری رقم است. وقت دیگه 100% انگلیسی نه، مدام انگلیسی روزمره دیگه. بیشتر دوستا هستن، بیشتر ترک دریور هم هستن که در اقل لسان و چیزا رو صحیح نمیم، ولی باز هم گفتم همه که بتونی که کانفرم بکنی یا تایید بکنی که کدام بار میبری به کجا میبری.